سلام نفسای من، بریم برای چالش خیاطی با شال. شالمو میبینید که از بلندی دولا کردم و روی میز کاملا پهنش کردم و حالا میام از سمتی که دولایی بسته شده به اندازه 10 سانت فاصله میگیرم و اون سمت که دولایی باز هست رو میذارم روی این قسمت طوری که تا پایین این فاصله 10 سانت رعایت بشه. حالا از بالا کنار دولایی باز به اندازه 12 سانت میرم جلو، 3 سانت میام پایین و با خطکش تا انتها یه خط میکشم. از اون انتها 25 سانت میام پایین، 5 سانت میام داخل و از سمت چارلایی بسته به انتهای شال وصلش میکنم. این قسمت رو هم هلال میکنم و دقیقاً روی این خطوط رو برش میدم. قسمت انتهای آستین رو هم که بسته است با قیچی بازش میکنیم. حالا تیکه ها رو از همدیگه جدا میکنم و سرشانه ها و پهلوهای جلو و پشت رو روی همدیگه قرار میدم و دوخت میکنم و در نهایت دور آستینم رو پاکدوزی میکنم و دوخت میکنم و اینم تنخوره این پانچوی خوشگلمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، برای دوستاتونم ارسال کنید. برای آموزش‌های بیشتر حتما پیجمو فالو کن.